عروس باز این خانه بنی که فرزندامو گرفتیم اینجا عروس بازی میگفتو همین تیره که آشه گرفتو همین بین ابروانم خنگ زد وای 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 خیرت جمعش میکنست فرهاد جان همین از چشم ستاره پریده میرود گفته شوندگی بودم و دیدگی نبودم یک وقت از خوش رفتم کمتر هوش با آیم اگر وای بیچاره نادره زمین بنیه همین دیوالای خانو میدهوده و تاز دیوال خانو ها توبه کنم خدا یک گوشم میدرد که اکو زنتون قپید دل صبح او قپید آخر فرهاد جان هم میگم ایزید که گوش کنید شما شامپون شده ها شامپون شده سر و لباس بود خیر اگر فایز بگیریم فرهاد جان از آن من 35% بود تروسی کتی بودید می از آن نادره 65% بود بعد همون نوشیدن و هم 30% میکرده بودیم نیت بنا رسیدم گوید اکا فرهاد جان شرمندی دو عالم شدم مصلحتی چی کار کنم تو آدمی خواندگی یک بکاره میدانی سیاهی سفیدی فرق میکنی من اکا خونم گپم گپ گپی من گپ فقط همین خطی من کشته کتی میگرد زنک همین روز سحر من گفتم جامشویی میکنی گفتم ایدت فرقش نیم من گفتم جامشویی کن گفتم مالش ده جانش مالش من یه روز اکو پیشی همین نزدی من به زانوش کتی آمد دیه بای چی خیل؟ من تاکی ستول بدارم دیگه بدم زانوش کتی ایستاده برای اینجا برای من گفتم گوش کن من تو نمیترسم گفتم من مردکای تو میگفتگی نیفتم شما این خیلی کنید اکا حتی شما بگم دیه اما نادره می پادرتان شوش نباشد شما هوای گرید مونه او شوشای دیه؟ ایه شوشای این موریت نامر نباشد چی کار کنم؟ یک تا بلای ما مردکا همین که تلفن باید همون زنهای نامش گم کنیم او منم کلام های فرهاد جان کجا او من نامی زنهای روی راست نمی‌نویسم مرحبا ولکانیزاسیا اگر مرحبا تلفن کند منم آدمی آنچه منچه ندیه زنک ولکانیزاسیا تلفن کرداست من رفته همون بالونی ماشین میبیارم میگم یقان زنید بلاشمو رانوی باشد آش نویستم آش؟ هم تا اگر رانوخون تلفن کند زنک وای همسینفا گپ آش بوده است من یک چای خانم میرم بعد 2-3 ساعت میبیام بگویم همسینفای خودش تلفن کند رانا نمیبرد میخی؟ نه از همه من این گلسرش چطاق دیه فقط شبه که تلفن میکند شبانه میدانی چی نویستم؟ قلبوری کارخانه اگر گلسرش بود نمیشه تلفن کرده ماند زنک انجام تیار کن سر لباسای کارخانه چپ پشتی کارخانه میرم این خیلی میکنم من روی راست نویستگی نه زدگیش درست بود سکا با سلام کجا زنم میگید میزدگی جاش ماندگیش نیه هم تو چی کار کنم فرهاد جان نخود که آدم زنکه نخود که آدم حرمت نکنم عمرکا السلام و علیکم السلام که شما ناز درست سید می صحت سلامت می رحمت درست سید می رحمت داداش درم خانه بدرم دمگیری من حاضی آشی پلا میپزم شما بن گردم جامشوی من کم ترک ماندگی حاضر میشم خانه درایی جامشوی ها؟ درایی درم مالا تکی دست بگرفتگی ما درم بیایید داداش بیایید مالش جانم مالش حاضر میرم گوش کنید شما بلا بودید من بلا مالی مددیست مرد میدان بودید هفتش باشدم من اونی زورش اوه اوچ کرغان نشون میتیم هم تو معلوم مالکو من حقی کردم نمیشنم ده اما یکم روزی که خانه بخت بدارید کو 3 بار سخت مسلفید چی بگی؟ ترسد میترسد می بعضیش کسال گفته برام میبرد گوش کنید یک تا گام میزنم ده شما لجام سر داده گیدیا هم تو بری اکو لجامی خودتونه کمتر و کشیده صورت فهمیدید همین خیل فرهاد جان برای همین که یک تحفه میگیرید دلی زنهای چیکتی یافته نکار چیک فا گوی فا تحفه چی شدنش ممکن گلدسته شدنش ممکن می ممکن گلدسته حاضر چند پول خیلی 100 سومان 200 سومان 100 سومان 200 سومان قیمت برای همین از گلدسته پایانتر فرویم چلکی 17 سومان میشود می
میشود و بعضی زنها همون چلوکی پشت شب با گشته میبیان پیشت با و کالا شما میپوشن فقط نه نترسون بزنن نترسون فرهاد جان گوش کنید سری دستور خم رفته میشینید دوزی زنک جان میبخشی بنا دیگر این کار نمیشه تکرار نمیشه فرهاد جان شیطان میبخشید که باشد می نشام روز همسایه با مسئله دیگه تیامی کشکی بسیار خوب میشود اگر شما خانوتم رفته شینید من کلینه پیشتونم کلینه رفته کلینه شما آلدا سولدا خواهر مانید از گناهش گذارید مرد که همین دیا این خیل زنکا باید دیگه چه میفهمد کو کشکی فرهاد جان مور میفهمد دوستان کشکی فرهاد جان درد بالاتون نگیرم یک کاری سوام میکرده اویله بیرون نشود شدگی شرمنده نشود یک تا آش از شما ای جانم که دو تا آش شد دوبار میرد کلینه باشه رفته رحمت فرهاد جان سلامت باشید فرهاد جان خبر گرفتی استیدم البته خانم آمده استی اکا جان ندیده مانیم خیر اگر مبادا وای طرف رفته مانم اگر همون سنگ مرمرم بنویس که میرزا اکا از پشت زنشان مردن گفته بیتا خونه کلی بیتا خونه بیتا رحمت سلامت باشید باز آمده ایستید خوش یانگم به سلام گویید رحمت بیتا خونه رحمت مردن نشده مرگید کلین اینه بینید او پولش بینید دینه زنک اینه بینید زنی خودش روش به خط کشید بین حریف شد می؟ خوزی میشه؟ تست دستم جمعه دادم آش گفتی کو؟ کدام آش این با آش میخوردسی من از بای مرده باش شرمنده نشویم گفتم آش میپزم داده جورش خانه در رایت گفتم ای خانه میدارای بالی بامبورا پر لفت خنوک نیست دادست گم پر خور توش منی این با من دست و پا پخته با آش میکردیم گم فهمامی؟ فهمه دام نگوه ما تو نمیترسم تست من پرستا حرمت میکنم ده اوی ای بی بوام همین تو توی ما میافتگی چی؟ بازن آدم مجبور میکنه که همین خیلی گپ زنی هم تو مینیه دوگانه ها میبخشید تان نزدیک شما با داد زدم ایدتان مبارک باشد